یک دوست بهترین که ما در اینجا داریم که برادر ما عبدالله حضور دارد و میخواد یک چند سرود یک چند غزلیات قرائتی دارد در واسه این شاهمرد این زو این خانواده اکتر چند سخنی خوب بکند بر احمد عبدالله جان. شکر. سلام ای اهل دل، ای اهل میهن، سلام افرادی چون آینه روشن، سلام اهل بشر را سازگار است، سلام حرفی خوشی پروردگار است، سلام ای دل ای یار جانی، سلام بر منزل عشق و جوانی، سلام ما زیپیک عاشقانه، درود است و نشاط است و ترانه. سلام و درود مهمانانی از دور و نزدیک آمده. خدمهای یک و یک شما را بر این منزل دامادی و عروسی خیر مقدم میگویم. حاضرین محترم میفرماید از لفظ شیرین شما و از نام اهل هنر بهر این دو کبوتر بخت بگویم. برای دو جوان امشب در دل باز میگردد، برای دو جوان امشب در دل باز میگردد، تمام راز بگفته کنون ابراز میگردد. در این گلشن که از عشق و محبت نکهت دارد، خوشا با بلبل شیدا گل همراز میگردد. ای شاه شهان عروس خوشبخت مبارک، ای ماهی جوان شاهی سری تخت مبارک، شبی وصل و شرفمندی مبارک، چونین شادی و خرسندی مبارک، دلگاهی و دلبندی مبارک، چون نخل گشته پیوندی مبارک. الله یاران شما را وقتی نیکو هم سفر بادا، شبی فردایتان روشنتر از روی سحر بادا، برای روزگار نو قدم یک جای بنهاده، قدم هاتون از اول تا به آخر بی خطر بادا. باز هم مبارک بادا برادران عزیز. خداوند اولو بخت سفید، عمر دراز، تن صحت و قلبی پر از مهر و محبت نصیبتون گرداند. مبارک باد. تشکر زیاد عبدالله جان، چه خیلی سخنهای خوب. همه یک کف کوبی میکنیم بهری